دوام سال 2021 خواجگی‌های دهقانی ولایت باید کشتی زمینی کارتوشکا را تا به 8000 گکتار رسانند. در این باره صبح امروز سنه 15 فوریه رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده ضمن نتیجه‌گیری از جنبش سالانه فعالیت کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت اطلاع داد و تاکید کرد که باید فعالان حزبی که اعضای خواجگی‌های دهقانی هستند اوید این مسئله جدی کاربری کنند، زیرا این نقطه در پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان نیز به مجلس عالی گفته شد. امروزها تأمینات آذوقه اهالی کشور در جای اول بوده. این اقدام برای خالی نماندن زمین‌های بیکار خوابیده کارم نیز مساعدت می‌کند. جدی کار کنید مثلا برای این مسئله تامین امنیت آذوقه جای اول می‌استد تا 8000 گکتار رساندن کشتی کارتوشکا این دو نقشه محترم سروزیر جمهوری تاجیکستان تصدیق کردن. باید فعالای حزب که اعضای خواجگی هستند مسئله کاربری کنید. کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت از فعالیت سالانه خود حسابات داد. در این واقعه بجز از رئیس ولایت سوخت اینچنین معاون رئیس حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان اسرار لطیفزاده، اعضایان کمیته اجرایی ولایتی و رئیسان شهر و ناحیه‌ها اشتراک کرده از نتیجه‌های کار خود دوام سال گذشته 2020 حسابات دادند. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از آن نگرانی کرد که نوابسته از گذرانیدن ملاقات و واخوری با جوانان و نورسان حالا هم در کشور گروه‌های افراطی به چشم می‌رسد و تاکید کرد که این گروه‌ها پیشروی دولت را نمی‌خواهند و جامعه کشور را خلل‌دار می‌کنند. رجب‌بای احمدزاده فعالان حزب را وظیفه‌دار کرد که اوید این مسئله جدی کاربری کنند، زیرا بنا به گفته وی این موضوع داغ‌روز بوده. باید سال جاری فعالیت گروه‌های تروریستی در کشور پوره ریشه کم کرده شود. یکی از وظیفه‌های اساسی امروز فعالان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سازندگان وطن هستند که این به حد تشویش آور است. اسماعیل زاده این یک ویانده نه نمایشی کنیبادور نه در استرافشان ماشچان ای بس که شهر اسفره و نوعی ماشچو و اجرا نکنند. دو جای آسیب پذیر چی گرمی؟ این باید خدا کنید فعالان باید کار کنند. یکی از مجله ها همین حزب است که این تشریفات رو ترجیبات میکند. این فقط راهبر دولت رئیس حزب سپارش دادن، دستور دادن، امکانیت ها هست، صاحبکارها هستند که فعالان حزب هستند. همین کمبودی هایی که دستاورد هایی که بود از آن خدا ما برآمد و قید کردن، لیکن اویدی همین کمبودی های جای داشته ما کار کنیم. در کار جلسه اعضایان و فعالان حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت از برد و باخت صاحب اشتراکچیان معلومات دادند. گفته می شود که در دوره حساباتی اعضای حزب 4948 نفر زیاد گردیده در عموم به 150595 نفر رسیده است. از این شماره 84284 نفرشان را زنان و 57425 نفر را جوانان تشکیل می دهند. سهم حزب برای پیشرفت کشور و جامعه خیلی نظررس بوده. کارمندان و اعضایان حزب در تربیت معنوی جوانان، مبارزه بر ضد عملهای نامطلوب جامعه و شامل نشدن نورسان و جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌های غیرقانونی نقش مهم را می‌بازند. پرزیدنت کشور در پیام نوبتی قید نمودند که پیامدهای پاندمی بر رشد ساحه‌های خواجگی خلق کشور تاثیر منفی خود را گذاشت. با وجود تاثیر منفی عامل‌های ذکر شده در نتیجه عملی گردیدن تدبیرهای تغییر ناپذیر از جانب حکومت کشور استواری نشاندهنده‌های ماکرواقتصادی تامین گردیده در سمت بهتر نمودن سبک و صفت زندگی اهالی تمایل‌های مثبت نگاه داشته شده‌اند. در جنبش جلسه برای ثمرناک پیش بردن فعالیت حزب و به استقبال 30 سالگی جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان چندی از فعالان که در دوره حساباتی فعالیت با ثمر نشان دادند با سپاسنامه کمیته اجرایی مرکزی و کمیته اجرایی ولایتی قدردانی شدند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.